بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادت خدمت تمام بینندگان و متعلمین محترم. آرزومند هستیم که صحت، سلامت و عافیت قرین همیشگی شما باشه. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 11 ما جلسه هفتم از فصل هفتم در این جلسه برگزار میکنیم. در این جلسه اگر یادتان باشه قاعدتا ما باید بحث‌های مربوط به حشرات را مطرح کنیم. حشرات یک دسته بزرگی از موجودات روی کره زمین هستند که مربوط به غیر فقاریا حساب میشه. در این جلسه ما بحث ملخ معمولی را درباره صحبت میکنیم، ساختمانش را میشناسیم و در ادامه بحث با یک حشره دیگر تحت عنوان زنبور عسل آشنا میشیم و انواع مختلف در اونجا میشناسیم. در ادامه بحث آخر نمونه از حشرات را که کرم ابریشم میباشه با هم دیگه به بحث و گفتگو میشینیم و در نهایت با سوالای کنکوری که از این قسمت طرح شده درس را مرور میکنیم. با ما همراه باشین. خب همونجور که در جریان هستیم بحث طبقه بندی حیوانات را ما صحبت کردیم. گفتیم که برای اینکه ما بتوانیم موجودات مختلف را بشناسیم و راحت‌تر مورد مطالعه قرار بدیم نیاز به طبقه بندی داریم. طبقه بندی موجودات را بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که دارد در گروه‌های مختلف از هم تفکیک میکنه، جدا میکنه و به این ترتیب ما راحت‌تر میتونیم موجودات زنده را با هم دیگه بحث و گفتگو کنیم. در بحث حیوانات اگر یادتون باشه بر اساس اینکه اینها ستون فقرات داشته باشن یا نداشته باشن به دو دسته فقاریه‌ها و غیر فقاریه‌ها تقسیم شد. ما انواع غیر فقاریه‌ها را داریم که در بین اونها اصطلاحاً اینا فایلم ها نامیده میشه. فایلم ها به مجموعه کوچکتری مثل حشرات، عنکبوت ها، قشریه ها و صدپاها تقسیم میشه که این چاری که الان نام گرفتیم اینا اصطلاحاً کلاس بهش گفته میشه. ما امروز بنا داریم که نمونه هایی از کلاس حشرات را با هم دیگه به بحث و گفتگو بشینیم. اما اولین حشره‌ای که در این جلسه با هم دیگه بحث میکنیم ملخ است. ملخ موجودی است که نوعاً ما در جاهای مختلف کره زمین دیدیم و هر کسی در طول زندگی خودش حداقل یک بار این موجود را، این حشره را دیده. ملخ یک بدن سه قسمتی داره دارای سر، سینه و قسمت شکم که هر یک از اینا باز خصوصیاتی داره که مجزا با هم دیگه بحث میکنیم. اما ابتدا وارد بحث سر ملخ میشیم. در سر ملخ همونجور که میبینید اجزای مختلفی وجود داره. هر یک از اینها با یک هدف خاصی خلقت شده و خداوند تبارک و تعالی توانسته با این خلقتش قدرت خودش به ما و شما نشان بده در موجود مثل ملخ که شاید خیلی عادی و ساده در نظر بگیریم اما ساختمان‌های پیچیده و عجیبی وجود داره. در قسمت سر ما شاهد هستیم که ملخ دارای یک جوره شاخ می باشه. اصطلاحاً آنتن گفته میشه. در این تصویر نگاه کنین قسمت شاخ هست یک جوره و نسبتاً بلند. موهای نازکی که در این تصویر نشان داده میشه در سر تا سر بدن هم مشخصا در قسمت سر فرا میگیره و چشم ملخ یک دنیایی از اطلاعات علمی درش وجود داره. در چشم ملخ این مطلب باید ذکر کنیم که ما دو نوع چشم را در بدن ملخ و در سر ملخ میتونیم ببینیم. یک سری اصطلاحاً چشم‌های ساده و چشم‌های مرکب. چشم‌های مرکب ملخ دو دانه میباشه یا دو عدد میباشه. دقت کنید که چشم مرکب مجموعه ای از عدسی‌های چند وجهی است. عدسی‌هایی که میتواند سطح چشم را حالت کروی بده و در نتیجه زاویه دید ملخ را افزایش میده. این تصویر توجه کنین. اگر گرچه سر مربوط به ملخ نمی باشه خب ولی تصویر برای ما برای نشان دادن چشم مرکب و افزایش زاویه دید خب بر ما کفایت میکنه. اگر دیده باشین یک حالت کروی مانندی داره و این حالت کروی که داره میتونه زوایای مختلف را با او ببینه. علاوه که در هر یک
ساختمان شما میتونید عدسی رو در این قسمت ببینید. خب این چشم مرکب به جانور کمک میکنه و به حیوان کمک میکنه که بتونه زوایاهای مختلف اطراف خودش ببینه و خودش با محیط بتونه تطبیق بده، نسبت به محرک ها واکنش نشان بده و در نتیجه فعالیت های بیولوژیک خودش تنظیم میکنه. اما سه دانه چشم ساده داره که شما چشم ساده رو در این قسمت میتونین ببینین. این چشم مرکب است و این چشم ساده رو که میتونین ببینین و اگر توجه کرده باشین سه دانه چشم ساده و 2 چشم مرکب خب سیستم بینایی خوبی را برای این موجود مهیا میسازه. خب در بحث ساختمان ملخ اگر دقیق تر شویم، شما در قسمت سینه ما 3 جزء مجزا می توانیم در نظر بگیریم. پروتوراکس یا سینه پیشرو را داریم که شما در این قسمت میتونید ببینید. این پروتوراکس هست. پروتوراکس یک جوره پا داره که خب یک زایدش در این قسمت میبینید، یک دانه دیگه در اون طرف بدنش باید باشه، به صورت قرینه قرار میگیره. خب قسمت دوم سینه اصطلاحاً ما بهش میگیم سینه وسطی یا مزوتوراکس که شما اگر توجه کنید این مزوتوراکس هست و در اینجا شما یک جوره پا میتونید ببینید. علاوه بر او بال هم میتونه در این قسمت قرار بگیره و در قسمت آخر سینه که اصلا سینه آخری گفته میشه یا متاتوراکس گفته میشه، شما باز هم یک جوره پا اینجا میتونید ببینید و قسمت بالی که در این تصویر برای شما مشخص نیست. پس به این ترتیب 2 جوره بال را برای ملخ در نظر میگیریم. در قسمت شکم اگر توجه کنید این قسمت کاملا شکم محسوب میشه و شما قسمت های بند مختلف رو میبینید که در اینجا نامگذاری شده، شماره گذاری شده و علاوه بر او در قسمت انتهایی شما شاهد اعضای تناسلی ملخ هستین که بنا به نوع جنسیت میتونه خب متفاوت باشه. اما این ساختمانی است که مربوط به ملخ است، ساختمان خارجیش. در بحث بعدی ما بحث ملخ را زیستگاه و محیط زیست مورد بررسی قرار میدیم. در بحث محیط زیست ملخ یکی از حشراتی در قسمت‌های مختلف جهان دیده میشه، بیشتر در قسمت‌هایی که نبات وجود داشته باشه به عنوان یک آفت نباتی در اونجا حضور پیدا میکنه و از نباتات شروع به تغذیه میکنه. خب این وضعیت در چراگاه ها هم دارین. 3 زیستگاه کاملا مشخصی که برای ملخ در نظر گرفته میشه. خب از نظر فراوانی ما ملخ‌های زیادی در سطح کره زمین در قسمت‌های مختلف زمین میتوانیم ببینیم. خب این نکته هم در نظر داشته باشین که ملخ یک آفت نباتی محسوب میشه. حشره بعدی که مورد نظر ما هست زنبور عسل هست. مشخصات زنبور عسل را با هم دیگه بحث و بررسی خواهیم کرد، اما قبل از او شما به تصویر اگر نگاه کنین 3 نوع زنبور عسل را برای شما میتواند در این تصویر نشان بده. جنس مذکر، ملکه زنبورها و در نهایت کارگرهایی که تعداد زیادی در یک کندو میتونه موجود باشه. خب از مهمترین ویژگی هایی که برای زنبور عسل در نظر میگیریم اینها زندگی اجتماعی دارند، یعنی یک مجموعه با همدیگر در یک کندو زندگی میکنن و با همکاری همدیگر تمام کارهای مورد نیاز خودش تأمین میکنه. دقت داشته باشین که زنبور عسل استحاله مکمل داره، تمام مراحل را طی میکنه و انواعش در نظر بگیرین که هر کدامش با وظیفهش بشناسیم. ملکه زنبورها که در این شکل میبینین از نظر جثه مشخص است، بدن کشیده تری داره و وظیفه‌ای که براش در نظر میشه فقط تخم گذاری است و تولید نسل بعدی. برای ملکه ما وظیفه دیگه در نظر نمیگیریم، این فقط تولید نسل بعد را به عهده داره. دقت داشته باشین که برای اینکه نسل بعدی تولید کنه ما نیاز به اشتراک مواد وراثتی داریم. پس جنس مذکری هم در کندو زندگی میکنه، تعدادشون نسبت به ملکه بیشتر است. ملکه یک دانه است اما تعداد زنبوره های مذکر بیشتر است و وظیفه‌ای که داره فقط بارور کردن و القاء تخم‌ها در ملکه است و این وظیفه است که برای جنس مذکر نظر گرفته میشه. جنس مؤنث که همو
جنس کارگر همون مؤنث های عقیم هستند. دقت کنین که شما اگه قسمت ببینین این کارگر هست. کارگران از نظر جنسیت مؤنث ولی قابلیت تولید مثل را از دست دادن. این کارگرها وظیفه که دارن شیره گل را جمع میکنن، تولید ماده سفید میکنن که ماده سفید خوراک لاروای زنبور میباشه. سمق نباتات را جمع میکنه و با او میتواند کندو را بسازه که از جنس موم میباشه و نظافت کندو از وظایف کارگران هست. و در نهایت وقتی که عسل در یک مرحله خاصی در تولید و در پروسه تولید عسل قرار میگیره، تغییر کیمیایی عسل را هم به عهده کارگران موجود در یک کندو می باشه. پس اگر توجه کرده باشین، زندگی اجتماعی در درون کندو یعنی که تقسیم کار ایجاد شده و هر کسی یک وظیفه را انجام میده که در قالب این انجام وظیفه می تواند یک زندگی اجتماعی منسجم را شاهد باشیم. زنبور عسل گفتیم که یکی از محصولات خیلی مهمی که داره تولید عسل هست، اما مراحلش رو ببینیم به چه ترتیب است. در مرحله اول ما جمع آوری موادی که عسل را قراره بسازه که همون شیره گلها باشه، خب اینا توسط زنبورها جمع آوری میشه. در قسمتی به نام معده عسل یا نکتر استومک در اون قسمت ذخیره میشه و اون قسمت که پر شد منتقل میشه به قسمت کندو. خب وقتی که این مواد انتقال پیدا کرد به کندو، در حین انتقال ما می‌بینیم که آنزیم ها بر روی شیره گل تاثیر میذاره در معده و در نکتار استومک و یک مقداری از نظر کیمیایی دچار تغییر تحول میشه. و در مرحله سوم تبدیل مواد قندی را به دکستروز و لوزوز داریم که خب یکی از مراحل مهمی است که در بحث تولید عسل اتفاق میفته. خب در مرحله چهارم ما شاهد هستیم که ذخیره میشه این عسل توسط زنبورها و زنبورهای دیگه هم میاد تغییر کیمیایی عسل را انجام میده و تولید عسل به مراحل پایانی خودش میرسه. در مرور زمان و گذشت زمان ما میبینیم که عسل میتونه آب خودش از دست بده. خب آب کم داشتن مساوی به این است که ماندگاری عسل بیشتر میشه. هرچی میزان آب در مواد غذایی کمتر باشه، فساد و پوسیدگی که برای ماده خوراکی اتفاق میفته کمتر میشه. ما شاهد هستیم که ده ها بلکه بیشتر از او سال میگذره ولی زنبورهای عسل اثرشون در یک جایی هست. و یکی از منابعی که دانشمندان بیولوژیست میان موجودات خیلی گذشته را بررسی میکنن، همون موجوداتی است که در درون عسل قرار گرفته، در اونجا مانع شده که فاسد بشه و بدنش سالم مانده. به چه دلیل؟ به دلیل که در مرحله پنجم میبینیم که عسل تبخیر آب داره. تبخیر آب یعنی اینکه ما ماندگاری و سالم ماندن عسل را بیشتر میتونیم داشته باشیم. خب وقتی که مرحله پنجم تمام بشه و تبخیر آب داشته باشیم، ما یک عسلی داریم که 17% او آب می باشه، میبینیم مقدار کمی است و 77%ش مواد دیگر از جمله قند، مواد معدنی و انزیم های مختلف است. خب اگه توجه کنید این کم بودن میزان آب در درون عسل راز ماندگاری او در دوران بسیار طولانی می باشه. خب حشره نهایی که با هم دیگه بحث میکنیم حشره کرم ابریشم است. یک حشره‌ای که بسیار ارزش اقتصادی داره. ما پارچه های ابریشمی را از قدیم و از دیرباز ما میبینیم که در حتی ادبیات ما و شما وجود داره. خب تولید کننده این پارچه های ابریشم و مواد اولیه این پارچه های ابریشم چی است؟ یک نوع کرم ابریشم است که در طی مراحل زندگی خودش میبینید در یک مقطعی تولید ابریشم میکنه، اما انسان ها با مداخله‌ای که داره او را نمیذاره مراحل زندگی خودش تکمیل کنه و این ابریشم را استخراج میکنه. خب مراحل زندگی را توجه کنین. اگر در این تصویر نگاه کنین شما مراحل را میبینین. قاعدتا اگر شما را گذار کنیم مرحله تخم مرحله یک باشه که در اونجا حشره بنا به نوع که داره میتونه تعداد تخم‌های زیادی تولید کنه. خب این حشره تحت شرایط خاصی تخمش قرار میده روی محیط مناسب.
در تحت شرایط مناسب این تخم باز میشه و اصطلاحاً ما بحث تولد لاروا را داریم. شما اگر توجه کنین این لاروا هست، این شماره 2 ما هست، چیزی شبیه کرم می باشه اما از خانواده کرم ها نیست. توجه کنین لاروای حشرات از خانواده کرم ها محسوب نمیشه، در کلاس و در فایلم کرم ها قرار نمیگیره، بلکه مرحله از زندگی یک حشره هست. خب لاروا در مرحله از زندگی که روی بعد از تخم هست تغذیه به شدت زیادی داره، تغذیه از برگ توت میکنه و لحظه به لحظه رشد پیدا میکنه. با رشد خودش به مرحله سوم که تولید قوزه باشه میرسه. این قسمت اگر توجه کنین قوزه هست. قوزه محلی است که این موجود در اونجا استراحت میکنه و مراحل زندگی خودش تکمیل میکنه. در مرحله چهارم ما شفیره را داریم که شفیره میتونه با سوراخ کردن اصطلاحاً همو قوزه که در اصل همو ابریشم می باشه خارج بشه و در نهایت ما خود او حشره را داریم که خارج میشه. خب قبل از این که در مرحله 4 برسه، در این قسمت انسان میاد این اصطلاحاً قوزه را در درون آب جوش میریزه و در درون از اون لاروا از بین میره و دیگه قابلیت سوراخ کردن را نداره و به ترتیب میتونه از ابریشم او استفاده ببره. خب دقت داشته باشین وقتی که شفیره تولید میشه، در قسمت شفیره ما شاهد هستیم که 2 جوره بال هم برای کرم ابریشم تولید میشه. خب در شماره 2 اگر نگاه کنین شما در این قسمت شما برای کرم بال ندارین، اما در مرحله تکمیل خودش در نهایت شفیره و خود حشره که قابلیت پرواز داره 2 جوره بال را داره. خیلی خوب، در نهایت ما بحث اقتصادیش دوباره متذکر میشیم. از بین اینایی که صحبت کردیم زنبور عسل یک حشره اقتصادی هست، کرم ابریشم هم جزو حشرات اقتصادی محسوب میشه. به این ترتیب ما به پایان بحث‌های این جلسه میرسیم. سوالای کنکور سالهای گذشته را حل میکنیم و مرور میکنیم درس این جلسه را. سوال اول توجه کنین، زنبور عسل مربوط به کدام فایلم موجودات زنده است؟ اگر یادتان باشه مربوط به فایلم ایروپودا یا بندپایان بود یا مفصلیه ها که گزینه 2 درست می باشه. سوال بعدی رو توجه کنین، ملخ ها معمولا در کدام محیط ها یافت می شوند؟ خب در مناطق سبز پیدا میشه، در چراگاه ها پیدا میشه، در مناطق که نباتات وجود داره پیدا میشه. قاعدتا گزینه 4 که همه جوابهای زل درست است جواب این سوال می باشه. سوال بعد، تعداد چشمان مرکب در ملخ چند تا است؟ خب اگه توجه داشته باشین تعداد چشم ها 2 جور است که در اینجا ما 2 جوره نداریم، قاعدتا پس جواب 4 درسته. ملخ چند چشم ساده دارد؟ اگه یادتون باشه ما 3 تا چشم ساده براش در نظر گرفتیم و 2 تا چشم مرکب. خب گزینه 2 که 3 عدد می باشه گزینه صحیح است. سوال بعدی را دقت کنین، کدام قسمت ذیل مربوط سینه ملخ نیستند؟ از ما قاعدتا پس این گزینه های 4گانه که آمده 3 تاش مربوط به سینه ملخ باید باشه، یکیش نیست. پروتوراکس قسمت اول، متاتوراکس قسمت آخر سینه ملخه، مزوتوراکس در گزینه 4 آمده قسمت وسطی سینه ملخه. خب گزینه 3 مربوط به سینه ملخ نمی باشه و جواب این سوال قاعدتا باید باشه. خب 3 بله جوابش است. وظیفه ملکه زنبور عسل عبارت است از، اگر یادتون باشه فقط تولید تخم بود و نسل بعدی را تولید میکرد، گزینه 2. وظیفه جنس مذکر زنبور عسل عبارت است از القاح تخم‌های ملکه بود، خب که در گزینه 3 آمده. بله. سوال بعدی توجه کنین، وظیفه کارگران زنبور عسل عبارت است از ساختن کندو و ساختن خوراکه. کندو را نمی سازن، خوراکه را نمی سازن، محافظت ملکه میکنه. خب گزینه 1 گزینه صحیح می باشه.
یکی از حشرهای ذیل از جمله حشرهای مفید هست. خب زنبور عسل را داریم در اینجا. اگر کرم ابریشم من بود او هم درست می بود. بله. نکتار استومک در کدام یک از حشرات ذیل وجود داره؟ اگر یادتون باشه برای مرحله اول تولید عسل، زنبورهای عسل شیره نباتات در قسمت نکتار استومک جمع آوری میکردن، پس مربوط به زنبور عسل که در گزینه یک آمده. زنبور عسل چه قسم متامورفیز داره؟ خب اگه یادتون باشه متامورفیزش مکمل بود، گزینه 3. بله. کرم ابریشم مربوط به کدام یک از صنف‌های ذیل می باشه؟ خب کرم ابریشم مربوط به کلاس حشراته که در گزینه 2 آمده. بله، گزینه 2 درسته. خوراک اصلی لاروای کرم ابریشم کدام یک از مواد ذیل ما باشه؟ اگر یادتون باشه مقدار زیادی برگ توت میخورد و در نهایت وارد مرحله بعد میشد، پس گزینه 3 باید درست باشه. بله، گزینه 3 درست می باشه. به پایان جلسه هم رسیدیم. اگر متعلمین محترم توجه کرده باشند از این قسمت سوالای زیادی طرح شده، با دقتی بیشتر بخونند و شما را به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.